یک شرکتی توی ایران وجود داره به اسم گلرنگ که هممون میشناسیم، اما این شرکت میشه گفت صاحب اقتصاد ایرانه و با هم ببینیم برندهای معروفی رو که صاحبشون گلرنگه. گلرنگ، اوه، اویلا، فامیلا، هومپلاس، اکتیو، رویا، اکشن، کلور، مریدنت، بایدنت، سافلند، بالی، جوپیتر، رنکس، هوبو، سانتین، رینات، دکتر بون، لندی، اولایف، نانسی، آیری پلاس، فروشگاه‌های افق کوروش، فروشگاه‌های سورنا و حدوداً 40 برند و شرکت معروف دیگه متعلق به شرکت گلرنگه. و خب شرکت گلرنگ برندسازی کرده و میشه گفت اقتصاد ایران رو این شرکت میتونه روش تاثیرگذار باشه و حدوداً میشه گفت توی هر زمینه ای، هر صنایعی این شرکت سازنده بوده و این خیلی عجیبه. حالا به نظر شما این شرکت تو دست کیه؟ و اگه دوست داری چیزایی بشنوی که آخرش بگی عجب، ما رو دنبال کن، این پست هم لایک کن.